ادامه بخش چهره‌های ماندگار باباجان غفورов. باباجان غفورов عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی. قسم یکم، فرزانه ملت. تاریخ بشر شخصیت‌هایی را می‌آفرد که نه تنها تمام اسرار این یا آن علم را فرا می‌گیرند، بلکه مرزهای آن را فراخ و خزینه آن را غنی می‌گردانند. باباجان غفورов از زمره همین شخصیت‌ها بوده در ردیف نمایان‌ترین عالمان جهان قرار دارد و برای رشد علم شرق‌شناسی جهانی و تاریخ شرق خدمت‌های سزاوار کرده است. باوری دارم که آرمان‌های والا، غایه‌های نجیب، سعی و کوشش‌های وطن‌پرستانه و جانبازی‌های ملت دوستانه باباجان غفورov در راه رشد و نموی علم و معرفت مشعل راهنمای هر یک فرد بیداردل کشور خواهد گردید. خلق تاجیک دوره دشوار، پرمشقت و پر از محرومیت جنگ شهروندی را پس سر نموده امروز به صلح و صلاح و وحدت و همدیگر بخشی رسید. بدخواهان ملت ما دستاوردهای سیاسی و اقتصادی و مهمتر از همه تحکیم وحدت و همدیگر فهمی مردم تاجیکستان را چشم دیدن ندارند. ما باید به خطاهای گذشته راه ندهیم، دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنیم، آیین دوستی و برادرخانگی خلقها را رعایت نماییم و رسم و روش همسایگی را پاس داریم. ما امروز به مرحله نوی دولتداری خود، مرحله سازندگی و بنیادکاری قدم گذاشتیم. به دولت توانای صاحب استقلال و ملت اتفاق و پیشرفته، به اقتصادیات و اجتماعیات ترقی کرده و احیای علم و فرهنگ، به نیروی توانای نظامی و سرحدی و حل دیگر مشکلات موجوده جامعه ما نمیتوانیم که در جهان پرماجرای امروزه موقع استوار داشته باشیم. هر فرد بیداردلی که ننگ و ناموس دارد و قسمت ملت و سرزمین اجدادی برایش عزیز است، باید در مرحله سازندگی و بنیادکاری برای پیشرفت وطن، ملت و جمهوری صاحب استقلال سهم مناسب گذارد. استقلالیت را به دست آوردن هنوز کم است. آن را حفظ نمودن، پشتیبانی کردن، همچون ارزش والاترین دولت و دولتداری پاس داشتن و برای افزایش اقتدار و پایداری آن پیوسته تلاش ورزیدن قرض مقدس هر یک شهروند باشد. عصر 21 در پیشاروی هر فرد با ننگ و ناموس جمهوری وظیفه‌های نو و مسئولیت بسا بزرگ می‌گذارد. ما باید در صف دولت‌های پیشرفته عالم جای گرفته با سیمای ملی، ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای اقتصادی مقام ارزنده پیدا کنیم. امروز فرصت آن رسیده است که ما به قدر استقلالیت، دولت و دولتداری ملی، به قدر وطن و وطنداری، صلح و سازش و وحدت ملی برسیم. زحمت حلال و سازندگی و آبادانی را پیشه خود سازیم. برای تحکیم استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مملکت عقل و دانش و نیروی خود را دریغ نداریم. برنامه استراتژی دولت را در راه استقلالیت آذوقوی و اصلاحات ساحه کشاورزی، تأمین استقلالیت انرژتیکی، ساختن راه آهن و راه‌های نوی ماشینگرد، بنیاد فرودگاه‌های بین المللی، استخراج و کارکرد ثروت‌های زیرزمینی و بالا بردن اقتدار صنعتی مملکت در حیات تطبیق نماییم. افتخار از وطن، افتخار از ملت و هویت ملی، افتخار از تاریخ و فرهنگ اجدادی و نیاگان سربلند خویش برای هر یک فرد جامعه باید معیار دائمی زندگی گردد. ایمان کامل دارم که عقل و ذکاوت، تجربه راهبری، مهر بی اندازه نسبت به وطن و ملت و میراث گرانبهای علمی باباجان غفورov به وطن پرستان واقعی، به نسل‌های امروز و فردای ملت، به سازندگان دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان عزیزمان الهام و نیروی تازه خواهد بخشید. بگذار دوستان و دشمنان تاجیکستان دانند که ملت تاجیک از تاریخ سبق آموزنده گرفته است و در آینده فریفته هیچ قوه بدخواه نخواهد شد. در این راه
ما را روح اسماعیل سامانی و دهها بزرگمردان ملت رودکی، ابن سینا، صدرالدین عینی، باباجان غفورов و امثال آنها مددگار خواهد شد. بگذار روح باباجان غفورов شاد باشد و ما را به وطن دوستی و خودشناسی ملی هدایت نماید. بخش چهره های ماندگار در باب باباجان غفورов عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی در قسمت یکم فرزند فرزانه ملت در اینجا به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار، آثار و کارنامه باباجان غفورov تحت عنوان عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی شناس خواهیم کرد.